Merhaba, ben Raya, nasılsınız? سلام. نمیدونم چی باید بگم واقعا، ولی خوشحال میشم ویدیو اولم رو ببینید. غیر از اون 4 نفر که باید ببینم، خوشحال میشم شما هم ویدیو رو ببینید. اگر خوشتون اومد ممنون میشم که سابسکرایبم کنید، لایک کنید، و اگر تو طول این 47 دقیقه نه بیشتر 50 دقیقه که من ویدیو گرفتم ولی حالا ادیت میکنم میذارم همش صحبت کردم، متاسفانه. حرفی داشتیم با هم بزنیم، نظری، سخنی، سوالی. اون 4 نفرم که براشون کامنت کنید اونا رو. خب همین اول کار بگم که من واقعا هیچ ایده‌ای حتی ندارم که چی میخوام بگم. به خاطر همین تو تمام ویدیو احتمال این که من بگم که خب من نمیدونم چی میخوام بگم و هی کات بخوره هست. من زهرا هم، ولی آره آیدی که میبینید رایاه. البته الان که دارم این ویدیو رو میگیرم هنوز اسم کانال رو انتخاب نکردم، ولی احتمالاً رایا آندرلاین زدکا باشه. ولی خب حالا رایا اسم مورد علاقه منه که تقریبا 99% آدم‌های اطراف من اینو میدونن، ولی شاید حتی 1% هم منو با اون اسم صدا نکنن. امیدوارم اینجا صدام کنید. به خاطر اینکه هنوز آمادگی نداشتم که خیلی رو راست بشینم و همینجوری صحبت کنم باهاتون، گفتم که خب اوکی بیا آرایش بکن و آماده شو و صحبت بکن با بچه‌ها. به خاطر همین وسایلمو آوردم اینجا و الان خونه آلین. شاید بپرسین آله کیه، ولی فعلا زوده میفهمیم. الان فهمیدم که من آمادگی این که هم آرایش کنم هم صحبت کنم رو ندارم. البته صحبتایی که نمیدونم چی انا قطعا موقع آرایش کردم با خیلی اطرافم صحبت کردم، ولی الان نمیدونم مثلا میخوام چه صحبتی بکنم. نمیدونم. خب ندیدیم. به خاطر همینه که میگم باید یه دوربین یا یه گوشی جدید بگیرم، چون گوشیم واید نمیشه تو حالت سلفی و خیلی چیزا رو از دست میدین اینجا. خیلی چیزا رو از دست میدین. البته حالا مثلا فکر میکنید که از دست بدین چی میشه؟ برای شما قطعا الان احتمالاً فرقی نداره، ولی برای خودم خب خیلی فرق داره که شما دارین از چیها رو از دست میدین یا نمیدین. چقدر سخته. اینو بگم که من ابرام رو زدم چون که تازه ابرام رو برداشتیم و داشتم چک میکردم که چطور میشه، ولی یکم متفاوته. اینجاش خیلی تیز نیست مثل اینجا، ولی ابرام خالیه. این کار باید قانع باشم. راجع خودم بخوام بگم، من 12 seconds later. چند سالم؟ الان 24 هم که تموم شده، یا 25 هم که تموم شده. الان 24 هم که تموم شده، ولی خب میگم 25 سالمه یا میگم 24 سالمه. احتمالاً الان باید مثلا 24 سال و 2 ماه و خورده این باشه، ولی نمیدونم الان تو این شرایط باید بگی 24 سالمه یا باید بگی 25 سالمه. نمیدونم. 24 سالمه، تهران زندگی میکنم. خب الان هر اطلاعاتی که من میخوام بهتون بدم در حین زدن این تموم میشه. میگم از دست میدین، مثلا اینا الان از دست میدین که من چقدر همه چی خراب میکنم برای اینکه 2 کلم صحبت کنم و ویدیو بگیرم، ولی خب انشالله به زودی گوشی میگیرم. الانی که دارم این ویدیو اول کانال رو میگیرم، فکر میکنم 3 تا ولاگ و 3-4 تا ویدیو شورت دیگه آماده دارم، ولی چون که خب هیچ فعالیتی نداشتم تا الان، خیلی یهویی میمدم اونا رو میذاشتم. شاید اصلا خانواده خودم همینجوری بودن که تو چی کار میکنی. به خاطر همینا گفتم خب پس من باید بیام یه ویدیوی دیگه بگیرم که خودم معرفی کنم. آره 1 ماه گذشته از اون ویدیو و من هنوز نیومده بودم ویدیوی دیگه بگیرم مبنی بر اینکه خودم رو معرفی کنم بهتون.
بخاطر همین انقدر دیر شده. دیگه گفتم میمیری میمونی دیگه، پاشو یه ویدیو بگیر. بگو گرفتم. خب راجع به خودم دوباره بخوام بگم، اصالتا ترکم دیگه. چی بگم؟ چی باید بگم؟ چرا جلو دوربین همه چی بد داره انجام میشه، هم صحبت کردنم، هم رفتارم، هم آرایشم، هم همه چی. نکنه بعد این مدت متوجه بشم که من آدم دوربین نیستم، چون واقعا خیلی شکست بزرگی تو زندگی محسوب میشه. چرا؟ چون که علاقه من به تئاتر و بازیگریه. بعد الان بفهمم که اصلا من آدم دوربین نیستم، خیلی یه جوری اذیت کننده میشه برام. حق میدیم به هم الان همچین چیزی بگم. شکست بزرگی تو تخیلات و توی آینده من محسوب میشه به نحوی. امیدوارم که اینطور نباشه. امیدوارم که به خاطر استرس اولین ویدیو باشه و اینکه خب نمیدونم اصلا چی میخوام بگم. یعنی هیچ پلنی ندارم. من که چرا اینقدر من دارم ادبی صحبت میکنم مبنی بر این که دارم لایحه قانون تصویب میکنم. انشالله که اینطوری نباشه. لطفا راجع به آرایش من گیر ندین، چون که من که آرایشگر نیستم. خودم میدونم چجوری آرایش کنم که به دل خودم بشینه. شاید حتی نظر شما بد باشه. اگر اشتباهی کردم ببخشین، اگر میتونید کمکم کنید. آره چیزی یادم افتاد، این که 2-3 ماه پیش اگر اشتباه نکنم برای یک کاری با آقای دکتر، که حالا در ادامه میگم آقای دکتر کیه، رفتیم به کلینیک، برای کلینیک دامپزشکی، برای اینکه ویدیوهای تولید محتواشون رو من بگم و بگیریم. و اونجا هم حس کردم یکم معذبم، ولی اونجا فکر کردم به خاطر اینکه اولین تجربه‌مه. الان هم فکر کردم به خاطر اینکه اولین تجربه‌مه. شاید به خاطر اولین تجربه‌م نیست، شاید کلا مشکل دارم. دماغم به جای اینکه کوچیک‌تر شه داره لحظه لحظه بزرگتر میشه. عجایب آرایش کردن جلو دوربینه. تصورم اینه که این ویدیو مثلا اگر با احتساب دکتر و آلا و مثلا مبینا و خودم با یه کانال دیگه، مثلا با یه یوتیوب دیگه اگه لایکش کنم، مثلا داداشم 4 تا لایک 5 تا لایک بخوره، حالا ویو شاید حتی 4 تا هم نخوره، مثلا نگاه نکنم میگن بیاد حمایت. وای اگه واقعا اینجوری بشه خیلی ناامید میشم. نمیدونم دیگه چی باید بگم راجع به خودم. الان ذهنم کار نمیکنه راجع به نمیدونم، هرچی تو ذهنمه رو سعی میکنم الان باهاتون در میون بذارم. امشب قسمت 40 عشق ابدیه و الان ساعت چنده؟ تقریبا 3 ساعته که اومده و من 3 ساعته که دوست دارم زودتر برم ببینم کی حذف میشه کی حذف نمیشه. ولی الان گفتم بشین اول خودت ویدیو خودت نشستم. حالا یه لحظه میشه بیای؟ هیچ وقت به این اندازه آرایشم بد نبوده، درسته؟ جدی فکر میکنی بد نیست؟ یعنی من انقدر نور تو صورتمه الان فکر میکنم بده؟ کامل نیست ولی حس میکنم هیچ وقت به این اندازه بد نبود آرایش. داری راست میگی؟ راست میگم همیشه راست میگم. حالا نمیدونم دیگه بر راجع به خودم چی بگم. A few minutes later. من به شدت عاشق نوشیدنی، قهوه، میکسولوژی، وای به شدت عاشقشم و الان مدت هاست تقریبا 9 ماهه که به صورت رسمی کار نمی کنم تو این هیته. باز شروع شد. قبلا تو کافه کار میکردم. خب اینا رو میتونم بگم. قبلا کارهای مختلفی کردم، ولی مثلا بخوام
بولتریناش حداقل تو ذهن خودم رو بگم، تو بیمه کار کردم با مبینا. دوست بس مبینا رو بگم، حداقل مبینا دوست اول دبیرستان منه. ببخشید دستم خورد. مبینا دوست اول دبیرستان منه که هنوزم با هم در ارتباطیم و آره با هم دیگه مدت تو بیمه کار میکنیم. اون هنوز کار میکنه، من دیگه کار نمیکنم. بعدش رفتم تو کار قهوه که عاشقش بودم. خیلی دوست دارم هنوز هم، ولی دیگه نمیتونم کار کنم تا اطلاع ثانوی. انشالله یه روزی دوباره برمیگردم به این کار. الان بر خودم تو خونه کار میکنم، بر خودم کار نمیکنم تو خونه، تو خونه برای خودم نوشیدنی درست میکنم. داشتم اینو میگفتم، دانشجوی مهندسی صنایع هستم، دانشگاه تهران مرکز و ترم 13 هم. چون زمان که تو کافه کار میکردم انقدر حالم خوب بود و انقدر علاقه به کار کردن داشتم که گفتم بی خیال دانشگاه، مگه مثلا کی میخواد این رشته رو بره راجبش کار کنه که حالا مدرکش مهم باشه. ولی الان خانواده و دور و بریا دارن سعی میکنن که من درسم رو تموم کنم. خودم هم دیگه دارم سعی میکنم که حداقل یک بهونه از بهونه‌های دیگران برای اینکه حرف ناراحت کننده‌ای بهم بزنن کم بشه و حداقل درسم تموم شده باشه. یه سوال، این کانسلر گابرینی اولین باره که دارم با این مشکل توش مواجه میشم. خب قبلا هم خیلی این برند رو گرفتم. بیشتر از این که این تو کانسیلر باشه، بر من اینجاها کانسیلره و دیگه تصمیم گرفتم که خب اونا رو بردارم اول، اصلا اینو در نیارم که دوباره بیاد بالا کانسیلر. دیگه چی بخوام بهتون بگم؟ 17 دقیقه است، من هنوز هیچی نگفتم. آرایشم هم که قطعا تموم نشده. خیلی جا رو باید کات کنم. اولین ویدیوهای منو که 17 دقیقه میشینه نگاه میکنه. مامان هم نگاه میکنه. بذارین راجع به این که من الان کجام بگم. الان خونه آلا کیه؟ آلا خواهر منه. نو خواهرم هست ولی خواهرم نیست. که ظاهرا من شدم انتر شما. بذارم ببینم چه تصمیمی بخوای بگیری. دخترم همه که از خواهر به هم نزدیکتره. عاشقشم. اینا رو نمیگم چون الان اینجاست و میشنوه صدامو و بعدم ویدیو رو میبینه، به خاطر اینکه واقعا عاشقشم. دیگه اینکه یکی از چیزایی که باعث شد که دیگه خودم بلند کنم و بیام ویدیو رو بگیرم این بود که نمایشگاه قهوه بود و از مدت‌ها قبل، 1 هفته 10 روز قبل، دکتر به من گفت که این نمایشگاه قهوه است. گفتم میره با هم بریم. گفت باشه. ولی هم من یادم رفت، هم اون سر شلوغ بود، نرفتیم و امروز که یادم اومد روز آخرشه نتونستم برم بازم و خیلی دچار ناراحتی های شدید و افسردگی هایی بودم. سک هایی پاچه من رو گرفته بودم به اسم افسردگی. ولی گفتم خب الان میخوای چی کار کنی؟ تو الان 8 ماه تو کافه کار نمی‌کنی، چی شد؟ حالا نمایشگاهش هم نرو. گفتم یه کاری بکنم که چرا انقدر خودم نیستم، انگار خودم هستم ولی به صورت طبیعی انقدر نمیگم. تو فکرم خیلی میگم، ولی الان انگار چون تو فکرم دارم صحبت میکنم منطقیه. گفتم خب میخوای چی کار کنی؟ الان نشد بری. خیلی هم مثلا نگم چقدر حالت افسرده داشتم، در حدی که منی که هیچ وقت گوشی از دستم جدا نمیشه گوشی رو گذاشته بودم و همینجوری دراز کشیده بودم رو تخت و میگفتم نشد بری. خب هیچ کاری نمیتونی بکنی. آلارم زنگ زده بود که بیا با هم قهوه بخوریم و من گفتم نه، حالم خیلی بده و یکم هم ناراحت شدم از این جوابی که به آلا دادم. گفتم پاچه خودت جمع کن. شدم خودم رو جمع کردم، دوش گرفتم، وسایلم رو جمع کردم، اومدم پیش آلا و گفتم خب الان بهترین موقعیت برای اینه که ویدیو رو ضبط کنیم. چرا؟ چون پایه دوربین، رنگ لایت و اینجا متعلق به آلاست که من بهترین جایی دونستم که در حال حاضر میتونم روش ویدیو بگیرم. خلاصه اومدم که هم آلا رو دیده باشم، هم ویدیو گرفته باشم، هم همه چی. چقدر تو دوربین با رنگ لایت خوبم.
الان شاید نگاه کنید بگید اینجا کجاش خوبه. حداقل چیزی که من الان دارم میبینم با این دیده کمم، به خاطر اینکه این نورو همش تو چشم، من خودم خوب میبینم. البته که من خوبم، میخواد چی بگی؟ اون 4 نفری که دارید من رو میبینید الان، آلا، صدرا، دکتر، مبینا، الان مثلا میخواید من نارضایتی اعلام کنید ببینید کی زنده میمونه این مثلا. والا خودتون باشه. آلا خانم من خودت باشه. خوابید؟ آلا خوابی؟ بیدار. کاش اینجوری نمیگفتم، چون الان آلا باید برام یوتیوبمو درست کنه. گند پشت گند. ناراحت نمیشن ازم خدا رو شکر. البته میشن ولی اونقدری که من از اونا ناراحت میشم انگار اونا هم من ناراحت نمیشن، که خود اینم باعث ناراحتی میشه. ولی نمیدونم دیگه دارم چی میگم. هیچ ایده ای ندارم دارم چی میگم. دیگه چی بگم راجع به خودم؟ نمیدونم چی بگم. امیدوارم که یه روزی برگردم تو کار کافه و موقعی که برگشتم بازم انقدر دوست داشته باشم. امیدوارم که زودتر یه کاری پیدا کنم، چون دیگه دارم تو خونه موندن دیوونه میشم. واقعا دارم دیوونه میشم. میخورم زمین هوا میرم، روزی 2 بار به گاه میرم. خدایا شکره، محشره بی نظیره. میخورم زمین هوا میرم، روزی 2 بار به گاه میرم. البته خب نمیدونم، انقدری که من همش فکر میکردم که دیگه کارم پیدا کردم، الان که میخوام مثلا دنبال کار بگردم نمیدونم مثلا دنبال چه کاری باید بگردم. به خاطر همینه که تا الان کار پیدا نکردم، ولی امیدوارم که حداقل زودتر بفهمم که میخوام چی کار بکنم در آینده زندگی. بریم جلو ببینیم چی میشه. 23 دقیقه شد و هنوز من هیچی نگفتم راجع به خودم. شاید خودم همچین حسی دارم، شاید خیلی حرف زدم، قطعا خیلی حرف زدم، خودم نمیدونم، ولی شاید حس میکنم چیز مفیدی که الان کسی بخواد گوش بده نگفتم و همون 4 نفرم خب همه اینا رو راجبم میدونن دیگه. خب چه دلیلی داره الان بشینن این همه نگاه کنن؟ میشه الان یه سوالی بپرسم، چون نمیدونم الان چی بگم راجع به خودم. شما فکر میکنید که باید این آدم حذف بشه توی قسمت 40؟ خیلی ناراحت میشم اگه این حذف نشه. یعنی واقعا یکی از تجربه های بعد زندگیم داشتن دوستی مثل ایشون بوده و دیگه انشالله خدا هیچ وقت همچین آدمی رو تو زندگی من قرار نده. و هیچ ایده ندارم که اگر این حذف نشه کی حذف بشه که در حد این خوشحال بشم. در نتیجه انشالله که ایشون حذف بشه و ایشون. ولی ناراحتم چون با خودم گفتم که اول ویدیو خودتو ادیت میکنی، آپلود میکنی، بعد میشینی اینو نگاه میکنی. انشالله میرسم همینو ببینم، همینو ادیت کنم، همینو بزنم. آره بابا اولم برف میزنی. چیزی داره باعث ناراحتی میشه. من الان این همه آرایش کردم، بخوام بخوابم باید پاک کنم. کاش یه ساعت دیگه آرایش میکردم که حداقل بعدش میرفتم بیرون. مثلا این همه انرژی که اینجا دارم به دست میارم چرا دوربین، حداقل با این آرایشی که کردم هدر نمیرفت، میرفتم یه بیرون یه کاری میکردم. ولی خب بیرونم کاری ندارم. چه فکر گندی بود الان دوباره اینو زدم. کل نشد زهرا، یه ویدیو ساده است برای 4 نفری که دارن میبیننت. تو فقط میخواستی شروع کن، الان خوشحال باش شروع کردی. یه سوال میخوام بپرسم. اون 4 نفری که گفتم اگر تا اینجا ویدیو رو دیدین، رنگ مورد علاقه من الان کامنت کن ببینم دیدی. تا اینجا رو نزدی جلو فقط لایک کنی. رنگم نمیدونستی دیگه غذا رو باید بدونین. یه غذا مورد علاقه کامنت کن. والا منتظرم چیزای دیگه بگم، بعد یهویی ویدیوم خیلی وایرال شه، بعد مثلا یه اطلاعاتی که نمیخواستم هیچ وقت دست کسی بیفته رو اینا گفته باشن تو کامنت. در نتیجه همین رنگو بگین. یا غذای مورد علاقه‌م چیه؟ پدرتون در اومده. اگر اشتباه بدین دعوا میکنم باهاتون، با اینکه خودم نمیدونم غذای مورد علاقه من چیه. تو میدونم خب مثلا اگر تو فست فودی باشه خب فکر میکنم بدونید، ولی خب اگه فست فودی نباشه ایرانی هم که قطعا میدونید، حداقل یکی از اون چند تایی که دوست دارم و که باید بگین دیگه چیکار میکردن تو آرایش؟ چرا من هیچ یادم نمیاد؟ حال سایه زدن، خط چشم کشیدن اینا ندارم، ببخشید، چون 2 دقیقه دیگه هم باید بشورم همه اینا رو. مثلا حال ندارم. در همین حد خدا رو شکر کنید.
من بالاخره اومدم تو با شما نیستم، با اون 4 نفر. خدا شکر کنید من ویدیومو گرفتم. امشب راحت میخوابم حداقل. یه سایه بزنم، عکس میخوام بگیرم، یه سایه‌مون نشه. واقعا خوب لباسی که پوشیدم، واقعا رنگ خونساییه. تقریبا هر کاری میتونم تو آرایشم بکنم. خوشحالم. ولی چقدر سخته با رینگ لایت چشش رو ببندی، یعنی تمام نورا تو یه چشت میره. شاید ادیت ویدیو رو امشب نرسم. خب من هنوز اینجام. الان احتمالا ساعت دیگه 12:15 باشه. 10 دقیقه است. وای چقدر زود. خب من دیگه نمیدونم چی راجع به خودم بگم واقعا. چی گفتم؟ فکر میکنم من نگفته باشم این چیزی از نمیدن این 4 نفر. با چرا انقدر منفی نگری شاید واقعا یه نفر دید این ویدیو خجالت بکشه. حالا به خاطر اینکه یکم الهی به منفی نگری بیان بالا، واقعا یکی از آرزوهام اینه که معروف شدنش برام مهم نیست، اینکه هر روز یه دلیل داری برای اینکه یه کار جدید بکنی، هر روز یه دلیل داری برای اینکه یه تلاش جدید بکنی رو دوست دارم. واقعا دوست دارم. و از اونجایی که الان دایره دوستام خیلی محدود شده است، واقعا ارتباط گرفتم با آدم‌های جدید، حتی زمانی که کسی نیست جوابمو بده و فقط داره صدا میشنوه یا نگاه میکنه، به نظرم جذابه. نمیدونم، ابرومو الان برداشتیم یه جوش مجلسی چشکور کن زیر ابروم زدم. کاش حداقل تا آخر آرایش من الان نخوابه. کلا شاید اگر برند خیلی معروفی بخواین مثلا و گرون تو وسایل آرایشی من، کلا یه دونه این هایلایتر شیگلم باشه که ماه اولی که اینو گرفتم از دستم افتاد و الان به جای کوه با چند تا کوه میخواد. و کوه هم عکسشو میذارم اینجا که چه مدلیه این، ولی الان با همچین چیزی دارم روش میکنم. من که راضیم، خدا ازش راضی باشه. آقا من نمیخوام اینو الان پاک کنم بخوابم، یکتون بیاد بریم بیرون. آلا هست میگن که بیدارش کنم بگم بیا بریم شام بخوریم چون شام نخوردیم. قبول میکنم من براتون. آلا بیا بریم دورنا شام بخوریم. نمیای یعنی گشنت نیست واقعا؟ خیلی تلاش. خاک تو سر گفتم بیا بریم بیرون شام بخوریم و من میگم که من هنوز افسردم. الان حق داره. گفتم مثلا اطرافیانم بیشترین دلیل رو برای ناراحتی هم من دارم، من کم تر دلیل دارم ولی من بیشتر ناراحت میشم تا اونو. این کار اصلا اینطوری نیست. چرا اینو گفتم؟ من واقعا اینطوری نیست. تو میبینید اینو واقعا اینطوری نیست. ناراحت نمیشم یهو جمع میکنم خیلی بد ناراحت میشم. این در حالت عادی واقعا چرا اینو گفتم؟ واقعا چرا جوگیر میشین مثلا یهو خودت اینجوری نشون میدی که آره حق با هم هست. چرا معروف نشم چون من جنبشو ندارم این کار. اوه یعنی تو عشق ابدی کی حذف میشه؟ بعد ترسم که اسپویل نشه برام نمیتونم برم تو یوتیوب مثلا شورت نگاه کنم، نه مثلا میتونم برم تو اینستا یا یه تیکشو ببینم. من چون موندم که بمونم فقط. چیزی که من دارم میبینم بد نیست. اگه تو چیزی که داری میبینی بده دیگه به من مربوط نیست. بوده چی بار. میخوام راجع به یه چیز دیگه هم صحبت کنم، این که من عاشق زبان ترکی ام. یه مدت هم کلاس رفتم، الان نمیرم. دارم فکر میکنم که انشالله دوباره برگردم و حداقل یکی از فعالیت‌های مورد علاقه‌ام که کلاس ترکی بود رو ادامه بدم که حداقل ترکیم بهتر بشه. ولی در کل ترکی هم بلدم. سال 92 چند بود کرونا اومد؟ حالا چه سالی کرونا شد؟ حالا الان برای من پست فرستاد. خوابید یعنی؟ واقعا یکی از حسرت‌های زندگیم اینه که در لحظه خوابم ببره. در لحظه مثلا میگم شب بخیر. هیچ وقت اینطوری نشده. من همیشه زور زدم برای خواب و زور زدم برای بیدار شدن. هیچ وقت به صورت طبیعی بیدار نشدم و به صورت طبیعی نخوابیدم.
داشتم میگفتم زمان اون سالی که کرونا شد از قبلش خبر اومده بود که ایلیاس خواننده قراره امسال بیاد ایران و کنسرت بذاره و من اینجوری بودم که ببینید خانواده گرامی، خودتونم نمیاید مهم نیست اصلا برام. من میخوام برم این کنسرت. اگرم اشتباه نکنم نزدیک تولدم قرار بود بیاد. کادو تولدم اصلا منو میفرستین این کنسرت، تنها میرم، عشق و حال و اینا. آقا زد کرونا شد. های هیتلر. چقدر مرتب در اومد. باید خودتون مسخره کنید. من مجبور میفهمه مجبورم. حالا خودم یکی از خوشحالیام اینه که با اینکه همیشه وقتی میخوام یه آرایشی بکنم و بعدش یه کار مهمی بکنم آرایشم افتضاح میشه، ولی حداقل الان فکر میکنم که این آرایشم اونقدر بد نشده. هر موقع این رینگ لایت رو خاموش کردم میتونم بعدا تو گوشی ببینم شما چی میدیدید، چی میبینیم که من الان نمیبینم. تا ته این ویدیو ببین لطفا. اینجا ابروم خالی شده. پیشنهادی داری؟ روژ نمیدونم چه رنگی الان خوب میشه. در نتیجه چیزی که همیشه میزنم به صورت طبیعی وقتی که نمیدونم چه روژی بارشم میاد رو میزنم. بارشم میاد؟ نه نمیاد. مهم نیست. میخوای بخوابی برم پاک میکنی میخوابی. چرا بنفش کردم؟ به فکر روژش نبودم. یه چیزی فهمیدم، نمیدونم خودم فهمیدم. وقتی که اسپری فیکس رو میزنی و بعد شروع میکنی به ریمل زدن، ریملت راحت تر و قشنگ تر دیده میشه. راحت تر میزنی و قشنگ تر دیده میشه. چون آخر این ریملمه میچسبه به هم. البته که خریدم، نمیدونم چرا نمیزنم. این جدید خریدم ولی اینقدر گرون خریدم که دلم نیامد تا ته اینو نزدم اونو بزنم. خب. اینو ولی شاید بزنم خوب باشه. خطر شد. هادی بای بای.